عزیزان یزدگانی، موسفیدان و خواهران و مادران و جوانان عزیز، شما را به این مصیبتی که خداوند بالاتان آورده است صبری بزرگ خواهانم و از شما تأکید میکنم عذاب خداوند وقتی از بالای ما و شما میبردارد که بازگشتی به سوی خدا کنیم. حضرت علی رضی الله تعالی عنه میفرمایند عذاب وقتی برداشته بشود که بندگان خدا بازگشتی به خدا کنند. شما هم قومای عزیز بازگشتی به خدا کنید، در لحظه های محله بودن رو به مسجد ها بیارید، 5 وقت نمازهاتان در مسجد با جماعت ادا کنید، دعا کنید والله خدا این قسم حانیسی است، این عذابه، این ناراحتی را از بالای شما دور میکند. زیرا قرآن خود گواه است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وما كان ربك ليهلك القرى الا وما كان ربك ليهلك القرى واهلها مصلحون. خدا میگه من اهل هیچ شهر و هیچ قشلاق هیچ دیار هلاک نمیکنم وقتی که اونها مصلح باشند، وقتی که اونها بازگشتی به خدا داشته باشند. جناب عزیزان، شما بازگشتی به خدا کنید، خداوند این عذاب از بالای شما میبردارد. قومای عزیز یزدگانی، مانند این بار در مدینه منوره در زمان خلافت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه زمین جنبی سختی شد. شاید زمین جنبی شده بود که جزیره عرب مانند او را ندیده بود. 5 بل و 6 بل بود یا 7 بل بود. مردم از دهشت در مسجد رسول خدا جمع شدند. حضرت عمر بالای منبر برآمدند، به مردم خطاب کردند که مردم، ای اهل مدینه، ای اهل ایمان، شما بازگشتی به خدا کنید، از گناه های کردگیتان توبه کنید، خداوند این عذاب از ما میبردارد. قسم به همون خدایی که جان عمر در دست اوست. قومای مردم مدینه گفت اگر باری دیگر در مدینه زمین جنبد والله من در بین شما نمیستم، زیرا میدانم که شما باز هم گناه کردید، حالا هم توبه صادق نکردید. با همین دیگر در مدینه زمین جنبی نشد. جناب عزیزان من، خداوند هیچ اهل دیاره، این وعده قرآنی است در سوره هود، هلاک نمی کند وقتی که اونها اهل صلاح باشند، اهل ایمان باشند، خوش اخلاق و پاکیزه باشند، از راه فساد خوشان دور گیرند. زیرا بارها من با شما گفته بودم و باز هم میگویم که پروردگار میفرماید من بعضی از قشلاقها را، بعضی از شهرها را میخواهم عذاب کنم با فرستادن زمین جنبی یا با چوکیدن کوها و تپه ها. فاستمعوا الى صوت سبی منهم یقرأ القرآن فانظروا الى عمار المساجد فارفع العذاب عنهم. من میخواهم بعد قشلاقها را، شهرها را عذاب کنم، خداوند میگه، لیکن ناگهان میشنوم که کودک خردسال در اونجا قرآن تلاوت دارد، یا میبینم که موسفیدان و جوانان در مسجد اون نماز جماعت میخوانند. من به خاطر اینها عذاب از این شهر میبردارم. عزیزان من، این سخن خداست. بنابراین برادران عزیز اسلامی، یزدگان و ونج، چاره خلاصی شما از این آفت طبیعی